سلام جناب رئیسی. آقا پزشکا، من این ویدیو رو اصلا نمیخواستم بگیرم، ولی آدم روی سیاست چشاشو میبنده میذاره میره، روی زمین خاری، روی خار شدن از ارض چشاشو میبنده میذاره میره، حالا از روی ترس، از روی حرکت چشاتو میبنده میذاره میری. اما رو دلار 140 تومن شکم گشنه دیگه نمیشه چشاشو بس آدم. حالا مثلا دارم میگم چقدر مثل روها میخوای بگیری؟ آیا زندان گنجایش 50 میلیون آدمو داره؟ آیا قبرستونای شما گنجایش 50 میلیون آدمو داره؟ بابا به فکر چاره باش. یکی میاد اعتراض میکنه، بهش نگو دموکراسی توی ایران وجود داره. بیا ببین مردم چی میخوان. آقا آدم اجاره نشینی تحمل میکنه، وضعیت هر چیز رو تحمل میکنه، به خوش میگه آقا مسافرت نهایت نمیره، تحمل میکنه، از روی ترس هم شده تحمل میکنه. آیا شکم گشنه رو میشه تحمل کرد؟ من تو املاک امروز مالک میگه 5 میلیارد، 2 ساعت بعد میگه 6 میلیارد. کسی میتونه خونه بخره؟ کسی جرأت خرید فروش ماشین آشغال ایرانی دناپلات چرا بشه نزدیک 2 میلیارد، بالای 1 میلیارد 206 207 بالای 1 میلیارد. آقای رئیس جمهور، اینا همه از دلاره. برنج، گوشت، مرغ کسی میتونه بخوره؟ به جایی که به فکر این باشی که بری فلانی و فلانی رو بگیری، به فکر این یک راه حل باش. مردم بهت اعتماد کردن، رأی بهت دادن، به فکر یک راه حلی باش.